حامیان حقوق در قرقیزستان میگویند مجرمان این کشور از وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا چندان فایده ندیدند و همان مثل دیگر مجرمان از آسیای میانه مورد تفتیش‌های بی‌پایه و اذیت کارمندان پلیس روسیه قرار دارند. این حامیان از حکومت قرقیزستان دعوت کردند که مسئله نرمتر کردن قانون‌های بود و باش مجرمان قرقیز را با مقامات روسیه مطرح کنند. همکارم عبدالله اشورов این موضوع را پیگیری داشت و حالا جزئیات آن را از او می‌پرسیم. سلام عبدالله. خب تا به حال گفته میشد که یک برتری اتحاد این است که مهاجران امکان پیدا میکنند در روسیه مثل شهروندان این کشور کار کنند. معلوم می شود حال مهاجران قرقیز هم در روسیه خوب نیست، نه؟ سلام شهلا. بله، دیروز یک گروه حامیان حقوق در قرقیزستان نشست دایر کردند و از بعضی ناگوار مهاجران قرقیز در روسیه شکایت داشتند. در این همایش گفته شد که مهاجران قرقیز قبل از برگزاری جام جهان و هنگام آن مورد تفتیش‌های بی اساس کارمندان پلیس قرار گرفتند. ناظران پلیس مهاجران را دسته دسته بازداشت کرده در اتاق‌های تنگ مدت‌های زیاد در شرایطی بد نگاه داشتند. اما حامیان حقوق میگویند بدون جام جهان هم قانون‌های مهاجرت در روسیه روز به روز سخت‌تر میشوند، هرچند این کشور عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا است. با این وجود که قرقیزستان عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا است، اما قانونگذاری روسیه در نسبت مهاجران سخت‌تر می شود. همین قانون آخر که ثبت نام حتمی مهاجران تنها در جای واقعی استقامت را طلب می کند، قانون است که مهاجران را تبعیض قرار می دهد. نظر حامیان حقوق را شنیدیم، اما عبدالله ببین، روسیه تاجیکستان را هم برای شامل شدن به این اتحاد تشویق می کند، ولی اگر مهاجران از این عضویت سود نبینند آیا ضرورت برای این باقی میماند؟ اصلی مسئله هم در همین است شهلا. یک قرطه اساسی روسیه محض مهاجران هستند که توسط آن کرملین کشورهای پساشوروی را برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیای زیر نظرش تشویق میکند. روسیه از این فشنگ خیلی ماهرانه استفاده میکند. مثلا مهاجران تاجیک هم اکثرا جانبدار پیوستن کشور به اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند و به رادیوی آزادی هم زنگ زده میپرسند که تاجیکستان کی به این اتحاد وارد میشود. اما توری میبینیم مهاجران همسایه کشور ما قرقیزستان با وجود آنه که کشورشان شامل این اتحاد است از امتیازهای چندان برخوردار نیستند. مثل دیگران باید خود را در مهلت معین شده به قید بگیرند، هرچند از گرفتن پتنت و هر ماه پرداخت مبلغ آن آزادند. اما همچنان مثل دیگر مهاجران از آسیای میانه زیر تفتیش پلیس روسیه دائم قرار دارند. ولی مقامات تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا چی نظر دارد عبدالله؟ تاجیکستان تا به حال شهلا با تشویق‌های روسیه برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا با عباره‌های کوتاهی می‌آموزیم و سود و زیانش را به کشور می‌سنجیم پاسخ داده است. هرچند روسیه از سال 2014 هم زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را برای پیوستن به آن تشویق می‌کند. این اتحاد که نخست سه کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را در بر می‌گرفت، سال 2015 با پیوستن ارمنستان و قرقیزستان قلمروش را وسیع‌تر کرد. تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. روز خوب داشته باشید.